هلو، چطورین رفقا؟ به یه ویدیوی دیگه با ما خوش اومدین. امروز قراره که راجع به انیمیشن داستان اسباب‌بازی 5 صحبت بکنیم. قیافه‌مونم یکم خوابالوده چون من قبلش یه خواب خرگوشی داشتم. خب نمیدونم حالا داستان اسباب‌بازی 5 رو دیدین یا نه. فکر کنم یه نسخه لو رفته ازش اومده بیرون، رسما نیومده بیرون. یعنی این که ما دیدیم لو رفته بود. لو رفته بود داره. خیلی قشنگ بود. انیمیشن خیلی قشنگی اومد. احساس می‌کنم نسبت به نسخه قبلی بهتر، یعنی مثلا فیلمنامه‌ای بهتری داشت. فیلمنامه بهتری داشت. اصلا موضوعی هم که انتخاب کرده بود خیلی دغدغه الان خانواده هاست. الان خانواده نسبت به بچه‌هاشون بود. ولی چیزی هم که به چشمم اومد این که قهرمان داستان از وودی به جسیکا بود یا جسی بود؟ جسیکا دیگه، جسی. آره. تغییر یافته بود. یعنی ما دیگه مثلا وودی رو نداشتیم به اون شکلی که توی سریای قبلی داشتیم. آره، یعنی نقش اصلی جسیکا. وودی خیلی کم بود نقش. وودی رو پیرمرد کرده بودن، خیلی کچل شده. شیکم زده بود، خیلی بانمک بود. این هم خیلی بال بود که اون خیلی شکلی بال، کرده آره. بودنش. بعد دیگه به مسئله که داشت میپرداخت کلا این بود که ما نمیتونیم که با دنیای رسانه یا مثلا وسایل تکنولوژی طور بچه هامون رو بزرگ کنیم. این داستان انیمیشنش راجع به این بود که بچه ها دیگه نمیان با هم بازی کنن، بیشتر سرگرم تکنولوژی و موبایل و تبلت و لیلی پد شدن. یعنی لیلی پد رو آوردن، بعد نشون میده که هیچ کس با هیچ کس بازی نمیکنه، همه سرشون توی لیلی پد. اگه لیلی پد نداشته باشی یعنی یه چیزی تو زندگیت کمه، تو رو آدم حساب نمیکنن. آره، یه مقبولیت اجتماعی انگار حس بهشون ناکافی میده. بودن داره به بقیه میده. و توی انیمیشن خیلی خوب اینو نشون داده. یعنی ما میدیدیم که شخصیت اصلی ما بانی صاحب اسباب بازی ها، میدیدیم که وقتی با لیلی پد بازی کرد و معتاد شد به لیلی پد، شخصیتش هم عوض شد و خیلی تودارتر شد، ضد اجتماعی تر شد، خجالتی تر شد، افسرده تر شد، پرخاشگرتر شد. و داشت کلا انیمیشن اینو میگفت که نیازی نیستش که شما تکنولوژی جایگزین اسباب بازی ها بکنید. یعنی اون حسی که بچه ها با هم دارن بازی میکنن، تخیل میکنن، داستان میچینن، همون چیزی که ما خودمون بازی کردیم. تو یاد باشه مثلا اینطور بود که آره تو اسمت اینه، تو مثلا فروشنده فلان چیزی، من میام مثلا ازت اینو خرید میکنم. از این مدل بازیای ذهنی خیلی هممون میکردیم. بعد مثلا میادیم اسباب بازیامون هم میچیدیم، مثلا گفتیم اسباب بازیام هم مشتریمونن یا دوستامونن. یه حس هویت بخشی میدادیم به اسباب بازیامون که کمک میکرد قوه تخیل بچه زنده بمونه. و خب چنین چیزی که بچه درگیر تکنولوژی و اینا بشن خیلی روی بلوغ زودرس و زود بزرگ شدنشون که مثلا بخوان خصوصیات بزرگسالانه بگیرن تاثیر میذاره. و توی انیمیشن این موضوع هم خیلی خوب به تصویر کشیده بود. آره، حتی مثلا یه جایی که جسیکا میره داخل چمدون اون دختره صاحب بانی میبرنش که مثلا با دوستاش بازی کنه. وقتی که اسباب بازیاشو میبریم که آره بیا این فلانه، یه حالت تخیلی باش رفتار میکنه، بچه‌ها میگن تو کی دیگه، تو چه کجایی؟ لیلی پاد داری بیا با لیلی پادمون کانکت چیم. لیلی پادا با هم کانکت میشدن، مثلا این تبلتایی که بچه‌ها قبلا کانکت میشدن با هم دیگه آنلاین بازی میکردن. و خب مثلا بچه قشنگ بانیه صبح که بیدار میشد لیلی پادو میخواست. این خیلی یا تو مثلا یه جا شارژشو کنده بودن که برق نداشت، یه سری بابا فلان این اینجوری اون اونجوری، اصلا پرخاشگرش رو تو اون سکانس نشون دادن. بعد یه صحبت دیگه هم که کردی این بود که انیمیشن نمیخواست همین نشون بده که تکنولوژی ضد تکنولوژی نشون بده، چقدر بده فلان اون. تکنولوژی در واقع خوبه چون مثلا کار آدما رو ساده میکنه، ارتباطات رو آسان‌تر میکنه،
داشت میگفت این نباید توی دنیای کودکانه حاکم بشه. بچه‌ها مثلا بازی کردن با اسباب بازیاشون و قوه تخیل کودکانه‌شون رو بذارن کنار و به کل درگیر اعتیاد به تکنولوژی بشن. این نباید افراط بشه روش. حتی آخر انیمیشن هم مثلا به ما دیگه نشون میده که این داره استفاده درستی میکنه از اون لیلی پاده. آره ما جسی رو دیدیم که استفاده درستی کرد. حتی بقیه بچه ها هم اومدن سمت اینا با اینا بازی کنن. اصلا استفاده جسی خیلی درست بود. جسی اومد با استفاده از اون تبلت ها یه دختری به اسم بلیز رو آشنا کرد با بانی که روحیات اون دختر هم دقیقا شبیه بانی بود. یه دختره حس قوه تخیل داشت. مثلا به وضوح ما میدیدیم از اونجایی که مثلا یه خونه های هستن مثلا اسباب بازی تورن. تو خونه اسباب بازی تور ما عروسک‌های بلیز رو دیدیم که مثلا اونجا مراسم چایخوری داشتن. این نشون میده مثلا از قوت تخیل بلیز که مثلا با اسباب بازیش بازی میکرده. و مثلا دیدیم که وسایل تکنولوژی داره بلیز هم توی کشو بودن. مثلا خانواده‌اش ازش گرفته بودن و به جاش مثلا بلیز میرفت تو طبیعت با خوکش بازی میکرد، با اسبا. یه اسب داشت که مثلا با اون بازی میکرد. یعنی با حس این بود که مثلا بچه داره زندگی رو در لحظه تجربه میکنه، مثلا خیلی چیزا رو میبینه، لمس میکنه، ارتباط میگیره و خیلی درگیر تبلت و گوشی و بازی‌های رایانه‌ای نبود. و این خیلی خوب بود چون بلیز هم قوه تخیلش زنده مونده بود که جسی که تبدیل شد به قهرمان داستان تونست بلیز رو با بانی آشنا بکنه و همون آشنایی بلیز و بانی میشد فهمید که چقدر اینا روحیاتشون شبیه به هم بود و با هم بازی کردن و خیلی زود با هم دوست شدن. و به قول علیرضا ته کارتون دیدیم که مثلا بقیه بچه‌ها اومدن جوین شدن بهشون که باشون بازی بکنن. یه چیز دیگه هم که خیلی باحال بود، احساس تروما داده بود به جسیکا. مثلا یه مثل کرکتر زنده یه آدم باهاش برخورد کرده. تروماها شما داشتیم می‌دیدیم. یعنی به عنوان یه اسباب بازی تروما داشت. مثلا ترومای رها شدگی داشت چون مثلا قبل از اینکه وودی جسیکا رو داشته باشه یه دختری به اسم امیلی بود. یه دختری به اسم امیلی که تو مزرعه زندگی می‌کرده که اتفاقا همون مزرعه‌ای هم هست که بلیز زندگی می‌کنه. جسی اسباب بازی مورد علاقه اون امیلی بوده که امیلی بزرگ میشه. خب ما آدما بزرگ میشیم دیگه، خب طبیعتاً اسباب بازیامونو یا مثلا میذاریم یه گوشه خاک میخورن یا دیگه میدیم میره دیگه، یعنی باشون بازی نمی‌کنیم. امیلی جسیکا رو رفته بود داده بود به وودی که بعدش هم وودی همونطور که میدونیم توی سری داستانای توی استوری وودی هم خب بزرگ میشه، میره کالج، میره دانشگاه. و نه وودی که شخصیت چیزا رو اسمش چی دیگه بود اون پسر. راست میگی وودی گفتم. همیشه این دوتا رو قاطی میکنم. بابا اندی بود. پری آی هنان تو رو دیدن آی دلتنگ. اندی عکسش میشه بذاری؟ آره اندیو میشه. اندی. آره. عذرخواهی میکنم که اسما رو اشتباه گفتم، از ادامهش میگم. و ما میبینیم که اندی هم بزرگ میشه میره و اسباب بازیاشو که شامل همه اسباب بازی از جمله جسیکا و وودی و باز لایتیر و اون دایناسور سیب زمینی و اینا، سیب زمینی یا سیبیل داشت میشه اون سیب زمینی هم بذاری؟ اونا میره به بانی و خب بانی هم تو سن بزرگسالی نیست ولی اون حسو جسیکا داره که دچار رها شدگی شده، یعنی صاحبای قبلیشون که با این بازی میکردن اینو ول میکنن. اون خیلی روی اسباب بازی انگار تاثیر گذاشته بود، نگران بزرگسالی صاحباش بود. خیلی جالب بود که تو کارتون اینطوری نشون داده بودن. من خوشم اومد. کلا انیمیشنش این قسمت خیلی روی این میچرخید که مثلا دوران کودکی تا بلوغ و بزرگسالی خیلی حساسه و این اومده بود از زاویه دید اسباب بازی ها و وظیفه اسباب بازی ها این شکلی نشون شده بود. در حالی که مثلا خب یه سری ریز نکته ها داشت دیگه. مثلا ما خانواده بانی رو میدیدیم مثل همه پدر مادرای دیگه بانی رو دوست داشتن و براشون دغدغه ها و زندگی بانی مهم بود. سر همین برای اینکه بانی بتونه دوست پیدا بکنه رفتن واسش لیلی پد گرفتن که مثلا بتونه ساده تر دوست پیدا بکنه، ولی خب این نتیجه عکس داد و حال بانی بدتر شد. ولی ما از اون طرف یه خانواده دیگه ای رو دیدیم لحظه‌ای که باز لایتیرهای هوشمند داشتن می اومدن رفتن به یه جنگلی، توی اون جنگل یکی از باز لایتیرها میفته و یه خانواده که اونجا اومده بودن کمپ بکنن
مجذوب باز لایتیر میشه و باز لایتیر رو برمیداره و شب وقتی بقیه باز لایتیر ها میرن توی چادر رو چک بکنن میبینن که بچه باز لایتیر رو بغل کرده و پدر مادر اون بچه دارن واسهش کتاب داستان میخونن. این خیلی من اون لحظه احساس کردم که یه نکته خاصی داره که بگم مثلا پدر مادرهایی که خودشونم در تعامل با بچه هستن خیلی رو اجتماعی بودن بچه تاثیر میذاره. و خب مثلا بچه‌هاشونو بردن کم داشتن حس تجربه کردن، ماجراجویی تجربه کردن به بچه‌هاشون، داشتن کتاب میخوندن که خب باز رو قوه تخیلشون تاثیر میذاره. در حالی که پدر مادر بانی پدر مادر خوبی بودن ولی خیلی خودشون تو تعامل با بانی نبودن، ولی فقط مثلا بهش تبلت رو داده بودن که خفه خون بگه یه دوستی پیدا کن ما رو درگیر داستانات نکن. چقدر بچه‌هایی که تو اون کمپ بودن شاد بودن، خیلی بچه‌های شادی بودن و ورجه بورجه زیاد میکردن. داستان اسباب‌بازی خیلی کلا نکته‌های ریز داره، مثلا اگه قبلا هم متوجه شده باشیم مثلا خیلی میاد از فلان چیزو میذاره تو انیمیشن خودش، از انیمیشن اون یکی مثلا ارجاع داشت. آره از انیمیشن اون یکی مثلا یه چیزی میاره نشون میده فلان میکنه اینا. مثلا یه بخشی که خیلی جالب بود من دیدم این بود که آدرس شرکت پیکسار رو تو اون مپی که میزنن اونجا آدرس شرکت هست میاره، کالیفرنیا اینا. نه. آره یا مثلا چند تا از این مدل کارا کلا ریزه پیکسار کاری زیاد نکته میکنه. های آره. ریز که خیلی ارجاعات زیادی داشت. مثلا یه ارجاعی دیگه هم که داشت به کارتون بامبی بود فکر کنم، چون مثلا باز لایتیرها میرن توی جنگل اونجا یه آهو شبیه بامبی میاد، بعد مثلا یه سری پرنده ها و اینا میاد مثل دیزنی که مثلا دیده بودین اون حیوانات جنگل میدن پیش پرنسس آواز میخوندن نازش میکردن فلان که اومدن میشه باز لایتیرها. خیلی باحال بود. یه جای دیگه همین باز لایتر خود اصلیه میاد به باز لایترهای دیگه مثلا حرف بزنه، دیالوگای جنگ ستارگان رو میاد بهشون میگه. سکانسی بود که جسیکا وقتی اون زیر اون درخت با جعبه خاطرات امیلی روبرو میشه و میفهمه که امیلی بزرگ شده و انقدر جسیکا رو دوست داشته فراموشش نکرده، اسم دخترش رو اسم اسباب بازی مورد علاقه‌ش رو گذاشته روش. اینم خیلی نکته بود. اونجا اون به عنوان یه اسباب بازی فهمید که آدم‌ها فراموشش نمی‌کنن اسباب بازی مورد علاقه‌شون رو، فقط دیگه بزرگ شدن و درگیر مسائل دیگه زندگی شدن. اونجا بود که تراماش رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت به بانی و بلیس کمک کنه. اونجا تغییر شخصیت جسیکا داشتیم. ولی خیلی دوست داشتم وودی و نقشش بیشتر میشه، خیلی بامزه بود. همه طرفدار وودی هن. آره. ولی همین که اینطوری بهش میگفتم پیرمرد چون شکم در آورده و کچل شده. کلاشو برمیداشت یه رفله نوری میزد تو چش بخیه. در کل بازم خیلی کیوت بود. من از بچگی کارتون مورد علاقه‌ام بود. منم آره از دوستان یعنی یه دونه اینو خیلی دوست داشتم زیاد میدیدمش، یه دونه چیزو عصر یخبندان. اونم جدیدش داره میاد. عصر یخبندان. عصر یخبندان از یه تایمی بعد ضعیف شد ولی توی استوری هر سری داستاناش متفاوت و خوب بود. یعنی بیشتر حال کردم. آره این سری که مثلا 200 میلیون هزینه ساخت انیمیشنش شده، 1 میلیارد و 70 فکر کنم فروخته توی اینا از AI کمک نگرفتن تو؟ نه اینا خودشون یه موتور جستجوی جدید، موتور گرافیکی جدید آورده بودن واسه انیمیشن، جزئیات مثلا موهای سرشون رو بهتر نشون میدادن. آره خیلی خوب بود. خیلی کیفیتش بالا بود. حالا رسیدیم به بخش امتیازدهیمون. تو امتیاز چقدر میدی به انیمیشن؟ من 9 میدم. 9 میدی؟ جدی؟ دوستش دارم این کارتونه رو و خیلی هم باحال و میگم که اصلا اون فهم و مطلبی که داشت خیلی درست بود، چون الان همه بچه‌ها درگیر این شدن. یعنی مثلا تو کشور خودمونه اونا که اصلا خارجیان دغدغه‌هاشون فهم کنه، تو همین ایرانش اصلا مامانا دیگه طاقت نداره مثلا با بچه ارتباط بگیره، مثلا که با بچه‌ش بگه بریم پیاده روی ببرمت پارک، بیا با هم فلان بازی فکریه رو بکنیم، بیا با هم فلان کارتون رو ببینیم. این خیلی مهمه که
پدر مادر به عنوان بزرگتر این مدلی وقت بذارن تو تعامل باشن. الان همه اینطوری شدن که خفه خون بگیر، بیا این تبلت و این گوشی منو بگیر بازی کن. مثلا بچه‌هاشون بسته اینترنت میذارن، بازی هایی که اصلا مناسب سنشون نیست میذارن و خب این خیلی روحیات بچه تاثیر میذاره. خب الان خیلی بازیای خفنی هست. الان مثلا کالاف و فلان و چلان و اینا مناسب پسر 6-7 ساله نیستش. یعنی اونو مثلا شاید یه پسر نوجوان باید بازی بکنه، میدونی؟ یعنی اونم بازی حدی داره. خب اون بچه هنوز شخصیتش شکل نگرفته. تو هر چیزی که به اون بدی روی کرکترش، روی بلوغش، روی نوجوانیش و روی بزرگسالیش تاثیر میذاره. این خیلی من با این قضیه این که به بچه‌ها اهمیت بدیم خیلی حال میکنم. کلا بچه‌ها همیشه دغدغه منن، اصلا واسم همیشه توی هر قسمتی بچه‌ها مهم‌ترن. و این انیمیشن چون خیلی به این موضوع پرداخته بود، سر همین بهش 9 از 10 میدم. من بهش 8 میدم. وای میسی اصلا ببینی من چی میدم، متفاوت‌تر از منم چیز بدی. آره دیگه. چرا 8 میدی؟ یه به بک‌رومز 9 دادی؟ بک‌رومز خب خفن‌تر بود. انتظار که از دوست داشتم با وودی مثلا بیشتر باشه یا به نسبت قبلیای داستان بازی بهتر بود، ولی خب به نسبت نسخه اولش خیلی ضعیف. شما هم اگه دیدین بیانیم پایین امتیاز بریم بگین چقدر دوست داشتین این قسمت توی استوری رو، داستان اسباب بازی ها. من که خیلی عاشقش شدم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشی. لایک و کامنت. آره لایک و کامنت و حمایت و این داستانا دیگه. سابسکرایب و آره تا ویدیوی بعدی بوس خدا.